از جانب کارخانه واحد دولتی تامینات و سودای کتاب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان کاروان کتاب با کتابخانه‌های مرکزی شهر و ناحیه‌های وادی رشت آمد. در دوره اقدام مذکور در ناحیه رشت نمایش فروش کتاب تشکیل گردیده با کتابخانه‌های مرکزی نسخه‌های کتاب‌ها تقدیم کرده شدند. در این سفر کارخانه واحد دولتی تامینات و سودای کتاب جهتی در عمل تطبیق نمودنی برنامه مذکور در مجموع 4300 نسخه کتاب با مبلغ 150,000 سومانی با مقصد ذخیره کتابخانه‌های ناحیه‌های رشت را افزون گرداندن کار برده شده است. از همه کتاب‌ها چه کتاب‌های علمی، عاموی، سیاسی، بدیعی، بچگانه و از ادیبان جوان از ادیبان جهان در مجموع زیاده از 512 نامگو را در بر می‌گیرد. در نمایش فروش کتاب شماره زیادی ساکنان، آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، کارمندان تشکیلات و اداره‌های ناحیه اشتراک کرده کتاب‌های پیش را با نرخ نسبتاً ارزان دسترس نمودند. ساکنان ناحیه رشت از این اقدام پیشگرفته حکومت جمهوری اظهار سپاس می‌نمایند. و امروز طوری که شما دیدید کتاب‌های تازه نشر و ادبیات‌های گوناگونی که در اینجا کاروان کتاب فراهم آورده است مردم ناحیه از آن بهره برداری نموده و خریداری کرده ایستادند. و فوند کتابخانه‌های مرکزی ناحیه رشت از حساب کاروان کتاب 1500 دانه کتاب‌های تازه نشر ادبیات‌های گوناگون از شاعران کلاسیک و معاصر و جهان امروز رایگان تقدیم کرده شد که این می‌تواند مشکلات ما را در سمت کتاب‌های تازه نشر که در مرکزهای دهات در کتابخانه‌های ما نورسایی خیلی زیاد است برطرف نماید و در جواب به غمخوری‌های بی‌نظیر پیشوای معظم ملت و دستگیری‌های وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان ما فرهنگچیان ناحیه کوشش به خرج می‌دهیم که در پیاده ساختن سیاست فرهنگی حکومت جمهوری تاجیکستان در محل نقش ارزنده خود را گذاریم. ما جوانان ناحیه رشت امروز از اقدام پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به نهایت خرسندیم که امروز با واسطه کاروان کتاب به ناحیه ما بسیار کتاب‌های تازه نشر هم بچگانه و هم بدیعی وارد گردیدند که ما می‌توانیم با واسطه این کتاب‌ها سطح معرفت‌ناکی خود و سطح دانش خود را توانسته باشیم که کمی هم باشد بلند برداریم. هدف و ماهیت این عمل پیش از همه رشد و گسترش، بلند برداشتن سویه دانش، معرفت‌ناکی شهروندان و تربیت معنوی ساکنان جمهوری میباشد.